حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا. حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا. آقا مرتضی از کرج، بفرمایید بیننده گرامی. محضر شما عرض کنم که مسئله شو عرض میکنم، یک مسئله عرض کنم. یک اگر کسی مسافری باشه، ابن السبیلی باشه، دفتر مراجع، الان خودم میترسم این حرفا رو بزنم، اما شما اعتماد دارم آقای انصاری، واقعا استاد الاساتید ما هستید شما. حالا فرقی نمیکنه در دین در مذهبمون، ولی اینه که شما استاد ما هستید. ولی خدمت شما اگر کسی بنده خودم مسافر بودم، مشهد رفتم، حالا مشکل مالی برام پیش اومده بود، باور کنید تمام دفاتر مراجع سر زدن. آقا قرآن در مورد خمس اینو میگه، اونایی که ابن السبیل هستن، اونایی که فقیر هستن، اونایی که ندارن. بله. خب در مورد زکات اصحایی میکنم، زکات یک آیه در مورد زکات که اومده، اونایی که ابن السبیل هستن بنده در کل دفاتر مراجع سر زدن ولی هیچ چی کمکمون نکرد. خب چطوری میشه؟ جیب مردم رو خالی میکنن، آقا خمس بیارید، زکات بیارید، یک پنجم اینو بیارید، سهم سادات بیارید، سهم امام بیارید. اگر اینا رو میگیرن چرا به ما هیچ کمکی نکردن اون روز؟ من واقعا از این دارم ناراحت میشم. آقای انصاری شما هر چی هم بکنید ما اطاعت میکنیم. سلامت باشید برادر گرامی، الله متعال شما رو حفظ بکنه. تشکر از شما. حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا